سلام. مهسیار من این تیشرت تو بپوشم؟ آره داداش بپوش. داداش دوستته؟ والا دوست کنه هم خونم هم رفیقم. از همخونت داداش. این شلوارت هم من بپوشم؟ بپوش داداش. سوال کردن نداره که. این خودش لباس نداره. چرا بابا کلی خودش لباس داره ولی عشق امروز لباسا منو بپوشه. چیز عجیبیه؟ نه همینطوری گفتم داداش. آخه عجیب بود برام. من دارم میرم کاری نداری با من؟ فرید ساعت دستمه نمیخوای؟ این یکی رو انداختم دستم بذار دستت باشه. یا کاوی شلوارتم پوشیدم. لباس زیرمونه که دیگه نپوشیدید. یزیدتون مهمان نشسته. من برم دیگه. قربونه. راستی کلید ماشین رو برات میدم من با موتورت میرم تره. یعنی من تو ترافیک بمونم؟ یه امروز آره. باشه فقط من نهار سفارش دادم رمز دوم میاد واسط بفرست برام. نهار رو کردی تو پاچمون دیگه ها؟ آره دیگه بی حساب میشین. یه دهنی من حتی سرویس کنم. یالا خدافظ. داداشی خیلی شما دوتا عجیبید اینطوریشو ندیدم. چی عجیبه الان هر دختر یا پسری یه رفیق اینطوری داره تیکه میندازی به من با داداشم هم اینطوری نیستم. وقتی دوتا رفیق با هم رفاقت میکنن همه چیشونو با هم شیر میکنن لباسشون پولشون ماشینشون اصلا کلا زندگیشون به نظر من قشنگی رفاقت همینه دیگه چای تو بخور سرت ای کاش یه رفیق اینطوری هم گیر ما بیاد. آقا ما هم هستیم یه تو اگه میخوام یه داشی که همیشه خدا جا بشیم